هیچ دونه‌ای توی خاک دفن نمیشه که دوباره جوونه نزنه. پس چرا فکر میکنی انسان با مرگ نابود میشه؟ کدام دانه در زمین فرو رفت که نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ جناب مولانا میگه هیچ دانه‌ای در خاک نابود نمیشه و دوباره به صورت درخت و میوه برمیگرده. انسان هم با مرگ نابود نمیشه. قرآن هم در سوره یاسین آیه 79 گفته قل یحیی الذی انشأها اول مرة و هو بكل خلق علیم. بگو همان خدایی که بار اول انسان را آفرید دوباره زندهش میکند. مرگ نابودی نیست. مرگ همون ترکیدن پوستت برای رفتن به مرحله بالاتره. خودشناسی هم یعنی بفهمی تو بذر بقا هستی، نه بذر فنا. تو مرگ رو پایان زندگی میبینی یا شکوفایی دوباره؟ برام بنویس. و اگه از این ویدیو خوشت اومد کانال رو سابسکرایب کن و برای دوستان علاقه‌مندت بفرست تا این مسیر رو با هم پیش بریم. سمیرا هستم. ممنون که همراهم شدی.